سلام بچه ها، من رضا مرشدی ام. به قسمت دوم از دوره آموزش برق خودرو از مبتدی تا حرفه‌ای من خوش اومدین. اگه که قسمت قبل رو دیده باشید متوجه شدید که برق چیه و توی خودرو چی کار میکنه. اما الان میخوایم راجع به 3 مفهوم اصلی توی برق خودرو صحبت کنیم: ولتاژ، جریان، مقاومت. ولتاژ یا فشار برق. ولتاژ در واقع نیرویی که برق رو به حرکت در میاره. یعنی باتری وقتی که 12 ولته مثل یک پمپ آبه که برق رو هل میده توی سیم‌ها. بدون ولتاژ اصلا جریانی وجود نداره. حالا چطور ولتاژ رو تست کنیم؟ با من همراه باشین تا روی یک خودرو با هم ولتاژ باتری خودرو رو تست کنیم. خب به نام خدا، برای اینکه تست کنیم باتری ماشینمون سالم هست یا نه چندین راه وجود داره که باید همه اون آزمایشات رو انجام بدیم. آزمایش اول در حالت موتور خاموش ولتاژ باتری رو باید کنترل بکنیم که حتما بالای 12 ولت باشه. با مولتیمتر رو روی حالت ولتاژ تنظیم میکنیم و پروب ها رو به قطب ها میزنم. قرمز رو به کابل قطب مثبت و مشکی رو به کابل منفی متصل میکنم. میبینیم که 12.57 12.5 ولت حدودا نشون میده. یعنی باتری ما ولتاژ کافی رو در حالت موتور خاموش داره. خب من پروب مشکی رو به بخش کام مولتیمتر زدم و پروب قرمز رو به بخش اندازه‌گیری ولتاژ. پس اگر اینجا برعکس قرمز رو به منفی بزنم و مشکی رو به مثبت بزنم ولتاژ منفی به من نشون میده. یعنی در اندازه کلی ولتاژ تفاوتی ایجاد نمیشه، فقط منفی میشه. راه دیگه تست سلامت باتری بازدید صفحه شیشه‌ای بالای باتری هست که باید طبق این اطلاعاتی که میبینید رنگ سبز نشون بده که مشاهده میکنید رنگ تقریبا سبز رو. آزمایش مهم بعدی برای کنترل سلامت باتری آزمایش افت ولتاژ باتری در حین استارت هست. یعنی باید ببینیم ولتاژ باتری در حین استارت زیر 10.5 ولت، زیر 10 ولت به هیچ عنوان نیاد. اگر در حین استارت ولتاژ باتری بالای 10 ولت موند باتری سالم هست. برای این منظور پروب قرمز رو به مثبت میزنم و پروب مشکی رو هم به منفی متصل میکنم. خب حالا میرم استارت میزنم و ولتاژ رو اندازه گیری میکنم. خب ملاحظه کردید که در حین باز کردن سوئیچ با فعال شدن پمپ بنزین ولتاژ افت کرد مقداری و الان هم که سوئیچ بازه و پشت آمپر برق داره و بعضی جاها فعال شدن ولتاژ مقداری اومد پایین. خب ملاحظه کردید که در حین استارت ولتاژ باتری از 10 ولت پایین‌تر نیومد. موقع روشن شدن هم ولتاژ باتری رو باید اندازه‌گیری کنم. این نشون میده که در واقع شارژ باتری به درستی انجام میشه و دینام یا آلترناتور برق 14 ولت به بالا رو باید تولید کنه. یعنی ولتاژ دو سر باتری 14 ولت به بالا باشه. البته ولتاژ تولیدی دینام از این مقدار بیشتره، اما در مسیر صرف شمع‌ها و انژکتورها و مصرف کننده الکتریکی میشه و مقدارش به این حد افت میکنه. به هر حال در حین روشن شدن ولتاژ دو سر قطب‌های باتری باید بالای 14 ولت باشه. یکی از آزمایش‌های مهم اینه که در حین روشن بودن موتور گاز بدیم
و با تغییر دریچه گاز و گاز دادن این ولتاژ تغییری نکنه. که این نشون دهنده سالم بودن اتومات دینام هست که ولتاژ رو تنظیم نگه می‌داره. این هم نشون دهنده سلامت سیستم شارژ هست. توی ویدیوی قبلی ما یاد گرفتیم که چطور ولتاژ رو چک کنیم. حالا توی ویدیوی بعدی میخوایم این رو ما هم چک کنیم که چطوری آمپر یک مصرف کننده رو چک بکنیم. با یک جلسه آموزشی دیگه در خدمت شما هستیم. در این جلسه میخوایم بهتون یاد بدیم که چطور از طریق مولتیمتر آمپر مصرفی قطعات الکترونیکی خودرو رو چک کنید و تشخیص بدید که یک قطعه سالم و یک قطعه معیوب چه تفاوتی توی جریانی که ازشون عبور میکنه دارن و بتونید قطعات رو از این طریق عیب‌یابی کنید. پس تا آخر این کلیپ رو با من همراه باشید. خب دوستان، برای این کار ما به یک مولتیمتر دیجیتال احتیاج داریم. به پایه منفی مولتیمتریش کاری نداریم. پراپ مثبت رو جدا میکنیم و روی پایه‌ای که مخصوص تست آمپره قرار میدیم. هر مولتیمتری یه رنجی داره، ممکنه نهایت 10 آمپر رو بتونه پشتیبانی میکنه. یه مولتیمتر هم مثل این تا رنج 20 آمپر رو پشتیبانی میکنه. سلکتور رو روی بالاترین رنجی که پشتیبانی میکنه میذاریم که 20 آمپره و دکمه روشن رو میزنیم. مولتیمتر ما فعال میشه. برای تست بعدی ما از یک منبع تغذیه 12 ولت استفاده میکنیم. خب ما برای اینکه آمپر مصرفی رو چک کنیم هیچ موقع نمیایم مستقیم به فرض مثال اگه برقی روی این مغزی پمپ وصل باشه مستقیم پایه مثبت منفی پراپ رو روش قرار بدیم، چون باعث میشه مولتیمتر ما دچار آسیب بشه. ما باید پایه جریان مثبت رو توی مسیر قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی مولتیمتر رو توی یکی از پایه‌های مثبت و منفی قرار بدیم که مسیر گذر جریان باشه و بتونیم آمپر مصرفی اون قطعه رو از روی عددی که به ما نشون میده مشاهده کنیم. حالا به چه صورت؟ ما از یک لامپ شروع میکنیم. این لامپ برای روشن شدن به یک قطب مثبت و به یک قطب منفی نیاز داره. حالا میایم یک منفی ثابت رو به یکی از پایه ها متصل میکنیم و قطب مثبت رو به پراپ مثبتمون وصل میکنیم و با پراپ منفی به پایه دیگه لامپ وصل میکنیم. حالا چه اتفاقی افتاد؟ لامپ ما روشن شد. جریان برق مثبت از داخل مولتیمتر رد شد، به لامپ داده شد و همونطور که روی مانیتور مشاهده میکنید 3.3 یعنی حتی به 1 آمپر هم نمیرسه برقی که این لامپ داره مصرف میکنه. حالا چرا من تاکید میکنم که قطب ها رو حتما درست وصل کنید؟ چون اگه به فرض مثال شما بیاید قطب ها رو جابجا بزنید همین نتیجه رو به شما نشون میده، ولی کنار مانیتور دستگاهتون یا مولتیمتر یک عدد منفی نشون میده که نشون دهنده اینکه قطب ها رو اشتباه وصل کردید. مثلا وقتی شما پایه رو قطب ها رو مثبت وصل کنید فقط یه عدد به شما نشون میده، ولی پایه های مثبت منفی رو جابجا بزنید یه منفی هم این کنار نشون میده، جریان رو به شما نشون میده، ولی باز میگه که پایه ها رو درست بزنید. خب این از این. حالا میخوایم یک لامپ چراغ جلوی 100 وات رو تست کنیم. به چه صورت؟ یه منفی ثابت به یکی از پایه ها میدیم، مثبتمون هم که به پایه مثبت پراپ وصله و پایه پراپ منفی رو روی یکی از پایه ها قرار میدیم. منتظر میشیم تا لامپ روشن بشه. لامپ روشن شد. از همکارم میخوام که مانیتور مولتیمتر رو نشون بده. ببینید 6 آمپر داره، 6.3 داره آمپر میکشه لامپ 100 وات.
حالا روی پایه بعدی، بله پایه بعدی هم حدود 6 و 9 نزدیک به 7 آمپر داره برق مصرف میکنه. به خاطر همینه که میگن توی لامپای 100 وات اگه میخواین فابریک ماشینتون 50 و 59 ارتقا به 100 بدین، حتما یه رله تقویتی توی مسیر برقش قرار بدید تا باعث نشه دست سیم لامپ آب بشه یا دست راهنماتون دچار مشکل بشه. این لامپی که تست کردیم یه لامپ 100 وات بود، این یه لامپ 55 وات که برق رو فابریک خود ماشین هست. پایه منفی ثابت رو بهش وصل میکنیم و مثبتی که از داخل اومتر ما عبور میکنه رو به این پایه متصل میکنیم. متاسفانه سیم به پراب قطع شد. خب ببینید لامپ 55 وات حدود 4.5 آمپر برق مصرف میکنه، به نسبت لامپ 100 وات 2 آمپر کمتر. به خاطر همینه که وقتی که شما لامپ فابریکی رو ماشینتون باشه اختلالی تو دست سیما ایجاد نمیکنه یا دست سیمتون داغ نمیشه، ولی وقتی 100 وات میبندین حتما باید سر راهش یه رله تقویتی بذارید که این فشار آمپر بیفته روی مستقیم برق باتری و به دست سیماتون آسیب نزنه. حالا پایه بعدی رو تست میکنیم. بله همونطور که میبینید پایه بعدی حدود 5 آمپر داره برق میکشه. حالا تست بعدی رو روی مغزی های پمپ بنزین انجام میدیم. این یه مغزی پمپ بنزینه که خراب بوده، نیمسوز بوده. قطب منفی رو به منفی پمپ متصل میکنیم و برق مثبتی که از داخل پمپ میاد، از داخل اومتر میاد رو به پایه مثبتش وصل میکنیم. همونطور که میبینید آمپرش 1 و خورده بالای 1 آمپر رو نشون میده و زمانی که آرمیچرش داره خرخر میکنه آمپر بیشتری هم میکشه. حالا از چه طریق میشه تشخیص داد از طریق این آمپر کشی که این خرابه یا نه؟ شما باید قبلش یه پمپ سالم داشته باشید که اون مغزی رو، یعنی یه پمپ نوع آکبنده، میایم جریان این رو تست میکنیم. ببینید زیر 1 آمپر داره برق مصرف میکنه و این نشون دهنده اینه که آرمیچر این پمپ سالمه. ما حدود چند روز پیش یه مشتری داشتیم که دست فیشایی که رو پمپش نصب میشد همه سیاه شده بود و وقتی که آمپر مغزی پمپش رو کشیدیم حدود 3 آمپر جریان کشی داشت و این باعث میشد که مغزی داغ کنه و اون دست سیمایی که سر فیش پمپتون هم وصل میشه بسوزه. از این طریق میتونید توی عیبیابی برق‌دزدی ماشین استفاده کنید. به چه صورت؟ زمانی که خودرو خاموشه شما به فرض مثال قطب منفی رو از باتری جدا میکنید و از همین طریقی که خدمتون نشون دادم یه سر پراب رو روی کابل منفی باتری میذارید و سر دیگه اومتر رو روی باتری. جریانی که از این ور داره عبور میکنه باید زیر 1 آمپر باشه. اگه بالای 1 آمپر باشه یعنی ماشین جاش برق‌دزدی داره و واسه تشخیص این موضوع یکی از همکارانتون باید دونه به دونه فیشای جعبه فیوز رو بکشه و با کشیدن هر فیشی که اون آمپر اضافی کم شد و اومد زیر 1 آمپر ببینید که اون فیوز مال کدوم یکی از مدارات ماشینه، مال ساعت، ضبط، چه میدونم فن، هر چیزی که باشه، یعنی تو اون دسته سیم اون مدار اتصالی و جریان کشی اضافه است. اون برقی که زیر 1 آمپر باشه طبیعیه، یعنی ماشین دیگه به قول معروف اون برقیه که توی حافظه ECU جریان داره و یه سیگنال خیلی ضعیفی رو مصرف میکنه و باعث نمیشه باتری بخوابه. اما اگه بالای 1 آمپر باشه خیلی از مشتری‌ها میان میگن که به فرض مثال ماشینم 4 ساعت 5 ساعت یه صبح تا ظهر که خاموشه یهو میام روشن کنم دیگه استارت نمیزنه و باتری خالی شده. از این طریق میتونید چک کنید که ماشین آیا آمپر اضافه‌ای میکشه یا نه و میتونید هر کدوم از قطعات الکترونیکی دیگر رو به لحاظ صحیح یا
سالم بودن یا معیوب بودن چک کنید و هر موقع خواستید بفهمید که 1 آمپر استاندارد چقدره، همیشه قطعه نو از اون جنس رو داشته باشید، تست کنید. مثل همین مغزی پمپی که مشاهده کردید، همونطور که دیدید یک مغزی نو و سالم زیر 1 آمپر برق مصرف میکرد، اما یک مغزی که مشکل داشت بالای 1 آمپر بود و اون مغزی که باعث شده بود دست سیم ماشین مشتری بسوزه حدود 3 آمپر جریان میکشید و باعث داغ شدن دست سیم پمپ میشد. خب دوستان، ممنون که تا آخرین کلیپ رو با من همراه بودید. تا کلیپ های دیگه، خدا یار و نگهدارشون. خب حالا وقتشه که بریم سراغ مبحث مقاومت. خب آقا، مقاومت چیه؟ شما روی اکثر بردها شاید دیده باشین این عنصر رو که مقاومته. خب شاید واسه این سوال باشه چیه؟ مقاومت الکتریکی بخشی از مدار، یعنی اینا توی بخشی از مدار هستن که جریان الکتریک رو محدود میکنن و در برابر آن مقاومن، یعنی اینکه نمیذارن جریان بیش از حد بگذره، که جلوتر بهتون راحت‌تر میگم. نماد مقاومت یکی رنجشه که اونو با اوم میسنجن. برای مثال شما میرید فروشگاه الکتریکی میگین که من یه مقاومت 1 کیلو اوم میخوام. اومی که میگین رنجشه. این سیمبل هم که ببینید سیمبل فور رزیستور نماد شماشه که یه جوری شمای فنی اگه اشتباه نکنم، مثلا توی نقشه‌ها این سیمبل شاید دیده باشید. حالا مقاومت چطوری کار میکنه؟ شما این شکل رو در نظر بگیرید. 3 تا کاراکتر وجود داره. یکی اومه که همون مقاومت ما، یکی زرده که میشه ولت، یکی دیگه هم میشه امپ یا آمپ، حالا هر جوری که راحت. اینجا چجوریه؟ عامل به وجود اومده جریان چیه؟ ولتاژ. ولتاژ جریان رو به وجود میاره. جریان میخواد از مقاومت بگذره ولی این اوم ما نمیذاره. اوم ما همون مقاومته، واسه همین مقاومه در برابر جریان. هرچه چجوری بگم، هرچه مقاومت ما قوی تر، اوم بیشتر باشه، جریان ما هم کمتر. خب اعداد روی مقاومت یعنی رنگایی که هستن چی کار میکنن. شما این شکل همینطور که میبینید هر رنگی یک عدد خاص خودشو داره، که اینجا رنگ زرد روی مقاومت عدد اولمونه، رنگ بنفش عدد دوم و قرمز مضرب و طلایی درصد خطا. ما بزنین از اول شروع میکنیم. عدد اول ما رنگی زرد. ما توی این جدول عدد اول نوشته 4 رو میذاریم کنیم. حالا عدد دوم ما بنفشه. بنفش انده 7 میشه 47 رو میذاریم کنیم. حالا چون که این رنگ آخر ماه، همونطور که میبینیم قرمز و مضرب حساب میشه 100. حالا ما این باز راحتی کنیم، 1 رو شما 100 رو میذاریم، 1 رو میذاریم کنار، 2 0 رو میذاریم که میشه 4700 اوم، که هر 1000 میشه 1 کیلو و همین دلیل می‌نویسیم 4.7 کیلو اوم. و این درصد خطا که به درصد خطا فکر میکنم به انگلیسی میشه تلورانس. واسه همین ما به این میگیم تلورانس، که یه درصد خطا یعنی شاید اومش بیشتر و شاید هم اومش کمتر باشه. حالا ما مقاومت انواع مقاومت رو داریم. یک مقاومت 2 رو داریم. اول بگم یکی PTH، دیگه هم SMD. PTH 2 پایه دارن روی برد میرن، ولی SMD خیلی ریزن و روی برد نصب میشه. اینو میدونید دیگه. خب انواع مقاومت ها یکی MDR داریم، یکی LDR، یکی NTC، PTC و VDR. من چند تاشو رایج میگم. یکی رزیستور LDR که این مقاومت وقتی نور بهش میخوره مقاومتش کاهش پیدا میکنه و جریان به راحتی از داخلش عبور میکنه. خب مقاومت نوری چیه؟ مقاومت نوری یا LDR نوعی مقاومتیه که مقاومت الکتریکی آن بر اثر افزایش شدت نوری تابیده شده بر آن کاهش می‌یابه. یعنی نور وقتی بخوره مقاومتش به شدت کم میشه. حالا این کجا کاربرد داره؟ این عکسی که می‌بینیم به این میگم فوتوسل. شاید شما بیشتر تیربرقا رو نگاه کرده باشید که این وجود داره. این چیکار میکنه؟ وقتی که هوا شب میشه نور به فوتوسل یعنی به LDR ما کمتر نور میخوره، واسه همین فرمان میده به میکروکنترل رله و برق رو فعال میکنن. حالا تیر چراغ برق روشن میشه. یکی از کاربرداش. حالا مقاومت بعدی مقاومت آجوری. این مقاومت چیه؟ مقاومت پیچه‌ای مقاومتیه که به اینا پیچه‌ای هم میگن، که با استفاده از سیم رسانا برای محدود کردن جریان درون مدار طراحی میشه. این مقاومت‌ها بسیار دقیق هستن. این مقاومتایی که داریم می‌بینیم مقاومت‌های آجوری بسیار دقیقن و خصوصیت‌های عالی اون برای توانی که در مدارهای بالا استفاده میشه. برای مثلا اینا توی اینورترها چون که توان بالاتری دارن اونجا استفاده میشن و یا در فیوز و قطع کننده‌های مدار هم استفاده میشن. همونطور که می‌بینید تلورانس و مقدار وات و مقدار اومش نوشته دیگه با رنگ و اینا مشخص نیست.
یکی دیگه مقاومت متغیره. مقاومت متغیر همونطور که سیمبولش رو می‌بینید دو تا مقاومت متغیر به مقاومتی اطلاق می‌گردد که به وسیله چرخاندن ولوم، برای مثلا شما ضبط ماشینتون وقتی زیاد یا کم می‌کنید تغییر ولتاژ اعمال میشه و به بلندگو ولتاژ کمتری برسه. خب صدایی که تولید میشه کمتره، ولی اون ولوم رو بیشتر کنید ولتاژ بیشتر و صدای بیشتر. مقاومت متغیر هم یعنی اکثرشون سه‌پایه است. اون یه مقاومت دیگه که آخری میخوام بهتون بگم مقاومت حساس به دما یا ترمیستور. این مقاومت چجوریه؟ با مقاومت گرمایی مقاومت حساس به دما که اسم انگلیسیش میشه ترمیستور. سیمبولش هم به این شکله. با اندازه‌گیری مقاومت یک ترمیستور میتوان دمای آن را یعنی تعیین کنیم. برای همین از آن به عنوان سنسور دما هم استفاده میشه. ترمیستورها بیشترشون در نیمه‌رسان‌ها با ضریب دمایی بالا ساخته میشن. به همین ترتیبه که در دمای بالا خراب میشن و عمر کوتاهی دارن. آخر ولتاژ یعنی فشار برق، آمپر یعنی مقدار برق در حال حرکت، مقاومت یعنی چیزی که جلوی حرکت برق رو میگیره. تا مفهوم پایه کل برق داخل خودرو هستن. اگه اینا رو خوب یاد بگیری دیگه بقیه چیزها مثل رله، فیوز و ECU و سنسورها برات مثل آب خوردن میشن. بعدی قراره که بریم سراغ کار با مولتیمتر و اینکه یاد بگیریم که چطوری باهاش قطعات و مدارها رو بررسی و ارزیابی کنیم. بابت نگاه زیباتون. خدا نگهدار.